اگه تا الان فکر می‌کردی کره شمالی تنها دیکتاتوری جهانه، با من همراه باش تا تو رو با قوانین عجیب ترکمنستان، دیکتاتور ناشناخته در همسایگی کشور خودمون، آشنا کنم. ترکمنستان کشوری نسبتاً بزرگ است که در همسایگی شمال شرق کشور ما قرار دارد و کم جمعیت ترین کشور ترک زبان با حدود 6 میلیون نفر جمعیت است. ترکمنستان از نظر داشتن ذخایر گازی نهمین کشور دنیاست. وقتی ذخایر رو با جمعیت این کشور حساب می‌کنیم، این کشور باید کشور ثروتمندی باشه، ولی با وجود تمام درآمد گازی و نفتی و پنبه، بیشتر جمعیت این کشور فقر رو تجربه می‌کنن. نخستین رئیس جمهور این کشور صفر مرادنیازوف، معروف به ترکمنباشی یا رئیس ترکمنها بود که در اثر سکته قلبی درگذشت. در حال حاضر قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهور این کشور است. این کشور با حکومت تک حزبی و شیوه دیکتاتوری رئیس جمهور بردیمحمدوف یکی از سرکوب شده ترین و فقیرترین کشورهای جهان است. در ادامه با 5 تا از عجیب ترین قوانین این کشور آشنا می شویم که مورد آخر عجیب ترین قانون این کشوره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. شماره 5. پرداخت پول برای ازدواج با دختر ترکمن. یکی از قوانین عجیب این کشور این است که اگر یک شخص خارجی بخواهد با یک دختر ترکمن ازدواج کند، باید $50,000 به حساب دولت پول واریز کند. شماره 4. تغییر نام ماه‌ها و هفته‌ها. صفر مرادنیازوف، نخستین رئیس جمهور ترکمنستان، نام ماه‌های سال را تغییر داد. به این ترتیب ژانویه را به لقب خودش، ترکمنباشی، و آوریل را به نام مادرش، قربان سلطان، تغییر داد. شماره 3. ممنوعیت داشتن ریش برای مردان جوان. نیازوف در سال 2004 میلادی قانونی وضع کرد که مردان جوان از داشتن ریش یا موهای بلند منع می شدند. فقط مردان بالای 70 سال می توانند ریش خود را نگه دارند. اگه تا الان این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنید. شماره 2. 11 شب همه باید در خانه هایشان باشند. خیابان‌ها و شهرها تا ساعت 8 شب تقریباً می شود گفت که خالی هستند. ساعت 8 به بعد بعضی کافه ها و رستوران ها باز میشن و کمی شلوغ میشه، ولی باید ساعت 10 شب تعطیل شوند. همچنین توریست ها حق ندارن از ساعت 11 شب به بعد بیرون اقامتگاه باشند. شماره 1. رنگ همه خودروها در کشور باید سفید باشد. یکی از عجیب ترین قوانین قربانقلی بردیمحمدوف، رئیس جمهور فعلی، این است که شما نمی توانید در این کشور خودروهای سیاه رنگ داشته باشید. حتی فروش خودروهای سیاه رنگ ممنوع است. همچنین خودروهای کثیف هم مجاز به تردد نیستند. همه ماشین ها باید به رنگ سفید باشند چون رنگ مورد علاقه رئیس جمهور است. فقط یک ماشین رنگی در کشور وجود دارد که ماشین خود محمدوف است، به رنگ سبز. عجیب ترین قانون این کشور از نظر شما کدوم قانونه؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ویدیوی بعدی که راجع به 5 تا از عجیب ترین حیوانات استرالیا هست رو از دست ندین.